радиои озодӣ ҷузъиёти парвандаи Абдулло Ғурбатӣ ва Далери Имомалӣ ду рӯзноманигорро ба даст овард. Як далели асосии мақомоти таблиғи ширкатест ки моликаш дар рӯйхати шахсони алоқаманд ба терроризм ҷой дорад. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод мавзӯъро пайгирӣ кардааст ва ҳоло дар студия бо мост. Мирзонабӣ, салом, лутфан бигӯед ки ҷузъиёти нав чӣ аст? ببینید زرنگی صحیفه دلیر امامعلی در ماه‌های آخر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر مثل بسیار بلاگران برای عوض مبلغ مال و محصولات را تبلیغ می‌کرد. یکی از همین تبلیغات حالا برای دلیر امامعلی و همکارش عبدالله غربتی دردسر آورده است. از روی معلوماتی که از منابع معتمد به دست آوردیم، عبدالله غربتی و دلیر امامعلی را به آن عیبدار میکنند که کار یک شخص در روی خط سیاهی بانک ملی تاجیکستان بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبیگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان می باشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی می کند. مقامات قدرتی تاجیکستان ضد لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی شدند و مالک شرکت بارکشانی النور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار می کند و این شرکت در عوض مبلغ در نوارهای دلیر امامعلی تبلیغ شده است. میرزانبی، اگر نام صاحب شرکت النور در روی خط سیاه بانک ملی باشد، پس دلیر و عبدالله از او چه مبلغ گرفتند؟ چون شخصانی که در این روی خط هستند نمیتوانند از طریق بانک های تاجیکستان پول فرستند. ببینید، به گفته منابع آگاه مبلغ به واسطه سیبربانک روسیه فرستاده شده است. ظاهرا این بانک بر روی خط بانک ملی تاجیکستان اهمیت نداده است. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها گفتند نمیدانستند که نام ایدیبیگ لطیپوف مالک شرکت النور در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم است. مقامات و هم ایدیبیگ لطیپوف در این باره چی میگویند؟ بجز از اعلان اتهامی رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمیگن. تلاش‌های زیادی ما برای صحبت با ایدیبیگ لطیپوف و دیگر مسئولین همین شرکت النور بی نتیجه بود. سه رقمی این شرکت را که دلیر امامعلی تبلیغ میکرد دیگر فعال نیستند. سامانه شرکت نیز دستنوراست شده است. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره جزئیات پرونده خبرنگاران صحبت میکرد.